در پروسه مربیگریم نگاه ویژه داشتم. ستاره‌های زیادی رو به فوتسال ایران در دنیا معرفی کردم. اینجا هم در بدو ورودم در تمرینات تیم زیر 19 سالمون شرکت کردم. بازیکنان و ستاره‌های آینده فوتسال هم در حوزه پرورش بازیکنان جوان که در آینده اینها ستاره‌های فوتسال میانمار خواهند شد و هم در اینکه یک فلسفه بازی ذهن خودم رو به میانمار منتقل کنم. میدونم چه چالشایی برای تمام این چالش‌ها به واسطه تجربه‌ای که دارم برنامه‌های مختلفی رو دارم و من از شما خواهش میکنم به تمرینات، مسابقات تیم ما بیایید، تیم ما رو حمایت کنید، در انتها با همدیگه قهرمانی رو جشن بگیریم. منگلابا میانمار فوتسال فند. اولویتم در اومدن به میانمار اینه که فوتسال میانمار رو بهش یک نظم حرفه‌ای بدم، تغییر بدم و فوتسال در میانمار تبدیل بشه به فوتسال جزو 5 قدرت اول آسیا. My target for coming to Myanmar futsal, I want to change the style is playing the all the futsal. در تمام باشگاه‌های حرفه‌ای دنیا اهداف رو هیئت مدیریت مشخص میکنه و با توجه به اینکه هیئت مدیره و مدیریت باشگاه ما اهداف این باشگاه رو ساختار یک باشگاه حرفه‌ای در نظر گرفتن و کسب عنوان، چرا که برای رسیدن به یک باشگاه بسیار حرفه‌ای دارن ساختارش رو درست میکنن، دارن ساختمان سازی میکنن. یک کمپ مدرن فوتسال در باشگاه داره ساخته میشه و ما هم در ادامه این رشد زیرساختای سخت افزاری به دنبال رسیدن کسب مقام قهرمانی هستیم. بله، تجربه من در فوتسال در شرق آسیا خیلی کمک میکنه، چرا که در شرق منطقه آسیا، چین، ژاپن، تایلند، ویتنام، اندونزی همه فوتسال رو جزو اولویت‌ها قرار دادن و واقعا فوتسال توی این منطقه آسیا بسیار رشد کرده. چیزی که برای من خیلی جالب بود این که فوتسال در میانمار شبیه به فوتسال در ایرانه، بازیکناش، علاقه مردم، و ما هم از این تجربه استفاده میکنیم برای اینکه بتونیم فوتسال در باشگاهمون رو به عنوان یک استارت برای فوتسال مدرن به همه نشون بدیم. نمیشه سبک بازی یک کشوری رو تغییر بدی، یک سبک بازی دیگه‌ای رو بیاری. بله، اینجا سبک بازی میانمار هست، بومی هست. گفتم چون شبیه به فوتسال ایرانه میشه توش تغییرات زیادی رو به وجود آورد. هدف فوتسال میانمار اما مدرن شده و الگو برداری شده از فوتسال در ایران هستش. در تمام دنیا در ورزش حرفه‌ای، چه فوتبال چه فوتسال، جوانها، بازیکن‌های تالنت دنیا بازیکنان جوانن. اینها دنیا یک پیام داره، نگاه به جوانها، نگاه به بازیکن‌های جوان، چون اونها میتونن تغییر در شکل بازی رو ایجاد کنن. من هم بسیار به این بخش در پروسه مربیگریم نگاه ویژه داشتم. ستاره‌های زیادی رو به فوتسال ایران در دنیا معرفی کردم. اینجا هم در بدو ورودم در تمرینات تیم زیر 19 سالمون شرکت کردم. بازیکنان و ستاره‌های آینده فوتسال در باشگاهمون رو دارم میبینم، تمرین میدیم، پرورش میدیم. جا داره از مجموعه باشگاهمون تشکر کنم برای اینکه به تیم‌های پایم دارن توجه میکنن. حتما از اینها در تیم اصلی استفاده خواهیم کرد. من به عنوان یه مربی حرفه‌ای که سالهای زیادی رو دارم کار میکنم،
میدونم چه چالش هایی رو در پیش روی دارم، اما اون چالش ها بسیار برای من لذت بخشه، چرا که در آینده از خودم یه یادگاری، یک نماد در فوتسال میانمار به یادگار میذارم، هم در حوزه پرورش بازیکنان جوان که در آینده اینها ستاره های فوتسال میانمار خواهند شد، و هم در اینکه یک فلسفه بازی ذهن خودم رو به میانمار منتقل کنم. میدونم چه چالشایی برای تمام این چالش‌ها به واسطه تجربه‌ای که دارم برنامه‌های مختلفی رو دارم و خودم هر لحظه منتظر شروع این فصل از شغلم هستم. هواداران عزیزمون، من به همشون سلام میگم، براشون آرزوی خوشبختی دارم و بدونن دنیای ورزش حرفه‌ای بدون هوادار معنی نداره. هوادارا هستن که به ما، به تیم، به باشگاه و به فوتسال میانمار هویت میدن. این هواداران هستند که باعث رونق و پیشرفت فوتسال در میانمار میشن. من هم به عنوان عضو جدیدی از خانواده باشگاه YCDC امیدوارم که فصل جدیدی رو با هم دیگه آغاز کنیم که درش موفقیت باشه، درش پویایی باشه و من از شما خواهش میکنم به تمرینات، مسابقات تیم ما بیایید، تیم ما رو حمایت کنید، در انتها با هم دیگه قهرمانی رو جشن بگیریم. Thank you. Thank you, sir.